بچه ها من رفتم داخل این کوچه عجیبی که داشت یه لباس انسان بود نفهمم چی بود ولی دیدمش ولی گفتم من شما هم فیلم بگیرم یه چک کنید ببینید در میرینه تو خودش من اصلا نمیشم هم نزدیک اصلا فکر نکنم دیدیش یا نه دیدیده چیز قرمز اونجاست آقا من واقعا جرأت نمیکنم برم نزدیکتر و اینجا هم نگاه کنین مثل کاشی‌های دستشویی هست خیلی عجیبه اون بالا پایین اصلا چه باور نکردنیه من یه سایه بالا دیدم جلو آفتاب اینجا نمیشه ورود نیاید داخل من دیگه اذیت نمیکنم علامت های رو دیوار اینو کوچیشی این خیلی عجیبه و خیلی چی بگم خیلی آدم میترسه اینجا من میترسم برم نزدیکتر دست بزنم به اون لباسه بیام داخل این کوچه این شکلیه بود مثلا من واقعا میترسم بیشتر از اینجا کیفم در نمیاد بیایم این بر وایسید من الان میام صافش کنم از 28 درجه است نه لطفاً 28 درجه است کیفم بنزین بر مسئولا همینطوری بچه درجه داره میره بالاتر ولی درجه رو خوب کردم و بردم همیشه برشون میارمش تازه گرفتیم بریم این بر آدم میترسه اصلا بره تو این کوچه بذار دسته هامون خیلی بد ایستاده تا صفحه نمیشه بذارید من این درستش کنم این اصلا صاف نمیشه بذارید حالا این سراغ این اصلا افتاد جا اینجاست قشنگ روبرومونه چپ یا راستش هم بریم کجاست نمیدونم ولی این بره روبرومونه
برو این طرف. اوکی الان فهمیدیم کدوم بره. این سوال رو پرسیم دستامون صاف شد باشه اصلا مطمئنم یکی دست خب رو به رو این طرف اینجاست که اینجا جلو مونه. نمیشه پرس خیلی عجیبه. خواست تکونش بدم اصلا سخته برام. یه حرف من نمیشه جلوی من. بعد این کاسی کن بچه یادتون باشه قیافه ها معلوم نیستن کات میکنن بچه مثل که رنگ میشن بررس خوشحالی من اومدم اینجا؟ نو خوشحال نیست. نباید تکون میخورد قشنگ این رفت این بر. حالا شما بگی خودتون تکون خودت تکون میدی چون خودم کج گرفتم اصلا. چی بپرسم؟ اینجا مردی؟ نه اینجا نمرد این اومدی نه میدونستی من میخوام بگم میدونستی من میخوام بیام اینجا. آره بچه هم میدونسته من دارم میام اینجا. دستی که شده این خیلی کجه این ولی صافه یعنی این زیشه. خب از من خوشت میاد؟ بایستا جسه از من خوشت میاد؟ از من خوشت میاد؟ بسته شد دیگه آره دیگه ازم تو میخوای من اذیت کنی؟ کچ تو میخوای من اذیت هم کنی؟ تو میخوای من اذیت کنی؟ تو میخوای من اذیت هم کنی؟ کج میشه خب ولش میکنم. تو میخوای من اذیت هم کنی؟ آره خب با من دوستی؟ با من دوستی؟ آیا با من دوستی؟ آره دوسته. ببین اگه مادرم بمیره اگه خودم داشته باشم تکونش میداده باشم چون واقعا من خودم تکون نمیدم. گفت اینجا نمونده نه حالا بعدم میدارم. حالا یه سوال میکنم اون لباس قرمز بود اون لباس قرمز لباس توه؟ اون لباس قرمز لباس توه؟
آره لباس اونه. خب میتونی به این طرف وایسی که بچه ها میله رو ببینن؟ آره من قشنگ فکر کنم الان این برمیگه اسمشو من نمیدونم یه اسم حالا میپرسیم ببینیم. وای دوباره کج. آقا این هیچ موقع کج نمیشه. یه دوتا اسم میپرسیم ببینیم. اول میپرسم دختره یا تو دختری؟ تو دختری؟ تو دختری؟ نه دختر نیست پسره. هایی باید تو پسری؟ تو پسری؟ تو پسر. آره آقا پسره. دیدید که شکلش پسر. بیاد بیرون خندم گرفت. البته شما نمیتونید ببینید اینا بدم بچه ها خدافظ.